سلامت تحصیل کردم و مطالعات مختلفی هم در ارتباط با حقوق بچه‌ها تو سیستم‌های مختلف از جمله بیمارستان و مراکز بهداشت انجام دادم و امروز خوشحالم که در خدمت شما هستم با این موضوع حق سلامت بچه‌ها در مدرسه. خب مبانی و کلیات رو اول خدمتتون میگم. بحث رو من تقریبا به 3 بخش تقسیم کردم. یه سری حقوقی بچه‌ها دارن که در همه مکان‌ها باید ما بهشون احترام بذاریم و این فرقی نمی‌کنه که مدرسه است، بیمارستان، توی پارک، کلاس جانبی داره بچه شرکت میکنه، تو همه اینجا باید رعایت بشه. بعدش میپردازم به قوانین خودمون و قوانین بین‌المللی در ارتباط با حقوق کودکان و بعد از اون به اینکه خب حالا میخوایم حقوق کودکان رو توی مدرسه ما بهش توجه بکنیم، باید چی کار بکنیم. من یه سوال از خدمتتون اول بپرسم، اصلا چرا حقوق بچه‌ها و اصلا چرا بچه‌ها اهمیت دارن؟ از اونجا که میدونم شما انشالله در آینده میخواید بچه‌های این مملکت رو آموزش بدید، تربیت بکنید، برای مهمه ببینم که شما چرا فکر میکنید حقوقشون اهمیت داره. کوچولو در قالب متنا و جمله‌های کوچیک برای من در قالب پیام بنویسید. سلام به همه اونایی که حالا به ما پیوستن. چرا حقوق کودکان و چرا کودکان اصلا اهمیت دارن؟ بسیار عالی. برای یک آینده روشن توی یک مملکت ما احتیاج داریم که روی بچه‌ها سرمایه گذاری کنیم. دیگه چی؟ آفرین به شما. شخصیت بچه‌ها تو این دوره شکل میگیره و این آفرین و تاثیر میذاره روی آینده اونها. بچه‌ها آسیب پذیرن، مرحبا، و نیاز دارن به یک مراقبت ویژه. بچه‌ها حتی وقتی که والدین دارن که نسبت به اونا خشونت اعمال میکنن، کسی رو ندارن بهش پناه ببرن، باید به همون والدینشون پناه ببرن و بسیار لازم است که ما به حقوقشون توجه بکنیم به علت آسیب پذیریشون و برای یه جامعه خوب و آینده روشن در کشورمون باید بهشون توجه کنیم. خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. با همین دیدگاه بقیه صحبتمون رو ادامه میدیم و ببینیم وظیفه ما در این موضوع چی هست. خب این روزا خیلی چیزای مختلفی روی بچه‌ها تاثیر میذاره. دورانی که شما گذروندید و دورانی که ما گذروندیم و دورانی که بچه‌ها الان میگذرونن خیلی با هم متفاوته. پیشرفت‌های تکنولوژیک و پزشکی رو بچه‌ها تاثیر گذاشته. تبعیض و نابرابری رو توی دنیا و توی جامعه می‌بینن. تغییرات اقلیمی و نابودی محیط زیست اونا رو نگران آیندهشون میکنه و الان هم روی سلامتشون تاثیر میذاره. گسترش شهرنشینی، آپارتمان نشینی میبینید که خودش روی جنبه‌های مختلف بچه‌ها، زندگی بچه‌ها تاثیر گذاشته. شرایط اقتصادی و اجتماعی، فقر و بیکاری، مهاجرت، جنگ و ناآرامی‌های داخلی چیزایی که بچه‌های دنیا رو به طور کلی تحت تاثیر قرار دادن. خب حالا اصلا کودک کی هست که ما میخوایم به حقوقش توجه بکنیم و حقوقش رو برآورده بکنیم؟ توی قوانین بین‌المللی هر انسان زیر 18 سال سن رو میگن که کودک، مگه که قانونی که در یک کشوری هست و یک موضوع خاصی هست و اون سن قانونی رو کمتر تعیین میکنه.
توی قوانین ما میدونید در قوانین مدنی و جزایی ما که مبتنی بر اسلام و فقه هست 9 سال قمری برای دختران و 15 سال برای پسرانه. خب حالا این سن خیلی اهمیت داره. من اول خدمتتون بگم چون ما یک حمایت‌های ویژه از بچه‌ها داریم، باید ببینیم که این شامل کیا میشه. خوشبختانه توی قوانین رفاه و تامین اجتماعی و آموزش در کشور ما این سن رو برامون در واقع 18 سال هست مرزش و بچه‌ها تا سنین بیشتر و بالاتری میتونن مورد حمایت قرار بگیرن. خب حقوق بچه‌ها توی قواعد بین‌المللی چی هست؟ بیانیه ها، کنوانسیون های مختلفی داریم در جهان، قوانین مختلفی داریم در ارتباط با حقوق بشر که به حقوق کودکان هم حتما پرداختن. مهمترین اونا اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 هست و بعد از اون میثاق حقوق سیاسی و مدنی، عذرخواهی میکنم فرهنگی، اینجا من اشتباه نوشتم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اینها رو من فکر میکنم برای هر کسی لازم است که این 3 مورد اول رو حتما خودش مطالعه بکنه. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک شما حتما مطالعه بکنید، اینا همشون هم متنشون به فارسی در اینترنت موجوده. کنوانسیون بین‌المللی داریم برای حقوق معلولان، منع تبعیض علیه زنان، حقوق پناهندگان و کنوانسیون منع هر گونه تبعیض نژادی. هر کدوم از اینها برای بچه‌ها هم بندهایی دارن و کنوانسیون حقوق کودک هم اختصاصی مربوط به بچه‌هاست. خب چرا ما به حق بچه‌ها توجه می‌کنیم؟ چرا به حقوق سلامت و آموزش اونا مهمه؟ برای اینکه ما می‌خوایم به بچه‌ها کمک بکنیم که یک زندگی استاندارد داشته باشن. اصلا بر اساس بیانیه بین‌المللی حقوق بشر افراد جهان باید از سطحی از زندگی که سلامت، رفاه رو برای اونها و خانوادهشون تأمین کنه بهره مند باشن و کودکان هم باید یک توجه ویژه بهشون بشه. خب کنوانسیون حقوق کودک هم میگه که بچه‌ها باید از یک شرایطی برخوردار باشن که بتونن رشد و تکامل جسمی، روانی، اخلاقی، معنوی و اجتماعیشون رو داشته باشن. ببینید فقط جسمی و روانی مهم نیست، باید اونها از نظر اخلاقی، معنوی و اجتماعی هم رشد پیدا بکنن و اینکه بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت رو هم باید تضمین بکنیم. ببینید ما بچه‌ها رو آموزش نمیدیم فقط برای اینکه یک خلبان خوب بشن، یه مهندس خوب بشن. اون باید بتونه مراقب خودش هم باشه و یک آدم سالم باشه. حالا در مورد این بیشتر هم صحبت میکنم. خب بچه‌ها یه سری حقوق دارن، هر کدومشون واقعا موضوع یک جلسه است، ولی من فقط میخوام تیتروار اینا رو براتون بگم تا بریم به موضوع اصلی خودمون بپردازیم. اول اینکه بچه‌ها حقوقی دارن و مثل بزرگسالان دارای کرامت و ارزش انسانی هستن و ما باید به نظراتشون توجه بکنیم و اینکه ما نباید بین بچه‌ها تبعیض قائل بشیم. نباید فکر بکنیم که این بچه بی سرپرست، متفاوته، با معلولیت زندگی میکنه، زیاد مهم نیست که از چه خدماتی پس استفاده میکنه. یک بچه‌ای هست که سر راهیه، والدین فقیر داره، به هر دلیلی پدر و مادرش معتاد هستن، گرایش سیاسی خاصی دارن. ما نباید این رو مبنا قرار بدیم که تبعیض داشته باشیم در ارتباط با رفتارمون با بچه‌ها. مورد بعدی این که بچه‌ها حق زندگی، بقا و رشد تا بالاترین حد ممکن دارن. ما باید امکانات رو براشون فراهم بکنیم. مصلحت کودک رو باید در برنامه‌مون در نظر بگیریم. به بچه‌ها اطلاعات بدیم، اطلاعات صحیح و اطلاعات که مبنای علمی داره و بهشون آزادی بیان بدیم متناسب با سن و رشد فکریشون که در مورد اونا حرف بزنن. بچه‌ها حق آزادی مذهب، حق آزادی اجتماعات دارن، حق دارن که نام داشته باشن، تابعیت داشته باشن، والدینشون رو بشناسن و ازشون مراقبت بشه، حق زندگی خصوصی دارن. و ببینید اگر که مصلحت کودک باشه و لازم باشه ما باید در امور شخصی بچه‌ها دخالت کنیم و یعنی اونها هم زندگی خصوصی خودشون رو دارن. حق سلامت و آموزش‌های سلامت رو دارن که چقدر بار سنگینی رو این بخش روی آموزش پرورش میذاره. حق رفاه، زندگی استاندارد، غذا و سرپناه مناسب دارن. ببینید وقتی میگیم این حقه یعنی همه بچه‌های یک سرزمین باید از اون برخوردار باشن و کشور ما هم یک کشوری است که کنوانسیون‌های مختلف رو اونایی که من خدمتتون عرض کردم به غیر از اون مورد که در ارتباط با
تبعیض علیه زنان بود همه رو پذیرفته. خب وقتی ما اونا رو پذیرفتیم یعنی متعهد شدیم اجرا بکنیم. یعنی دیگه تو کشور ما نباید بچه‌ای باشه که سرپناه مناسب نداره، زندگی استاندارد نداره، غذای کافی نداره. خب بچه‌ها حق مراقبت و حمایت رو دارن، حق احترام به هویت فرهنگی و زبانشون رو دارن. بچه‌ها حق شنیده شدن و مشارکت در تصمیم گیری رو دارن. ببین حتی یک بچه‌ای که معلولیت ذهنی داره در حدی که براش امکان داره ما باید ازش بخوایم که در تصمیمات مرتبط با خودش شرکت بکنه. بچه‌ها حق آموزش دارن، حق اوقات فراغت و بازی دارن. بچه‌ها حق دارن که با والدینشون زندگی کنن، نباید بچه‌ها رو از خانوادهشون جدا بکنیم. حق کودکان آسیب دیده و آسیب پذیر به دریافت حمایت تو کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین قوانین ملی خودمون هم محترم شمرده شده. بچه‌ها حق حمایت دارن در ارتباط با موارد سوء استفاده یا بی‌توجهی، حق رهایی از کار و بهره‌کشی اقتصادی، حفاظت در مقابل مواد مخدر و روانگردان‌ها، حق رهایی از کلی اشکال خشونت. حالا اگه فرصت بشه در موردش صحبت بکنیم. ببینید خشونت فقط این نیست که ما یه خدایی نکرده یه سیلی بزنیم به بچه‌ها. خشونت میتونه روانی باشه، میتونه بی‌توجهی باشه، سهل‌انگاری باشه. ما به یک موضوعی توجه نکردیم باعث شده که بچه دچار مصدومیت بشه، یه خطری رو شناسایی نکردیم اتفاقی براش افتاده. حتی میتونه این موارد خیلی ساده باشه، کنار پله‌های ما نرده محافظ نبوده، بچه‌ای از اون بالا افتاده دستش شکسته. سوء رفتار یا بهره کشی و سوء استفاده جنسی، بچه‌ها حق دارن که از همه اینها رها باشن. بچه‌ها رو نباید شکنجه کرد، اعدام کرد، رفتار تحقیر کننده باهاشون داشت. بچه‌ها نباید مورد فروش و قاچاق قرار بگیرن، بی دلیل زندانی بشن. حق دارن که دسترسی به وکیل داشته باشن و یک سیستم قضایی منصفانه. بچه‌ها رو نباید به جنگ برد و خیلی از همه مهمتر که این خیلی به کار شما مرتبط است، حق دارن برای زندگی مسئولانه در جامعه آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد و دوستی میان همه مردمان، گروه‌های قومی، ملی و مذهبی و افراد بومی زندگی بکنن. خب کوتاه از عناوین حقوق کودکان گذشتیم. حالا یه سری کودکان هستن که بر اساس قواعد بین‌المللی باید یک توجه ویژه بهشون بشه، به عنوان کودکان آسیب دیده و آسیب پذیر مطرح هستن. مهمترین اونها رو من خدمت شما آوردم: کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، فرزندخونده ها، کودکانی که از والدینشون جدا افتادن، کودکان معلول، بچه‌هایی که توی مرکز نگهداری شبانه‌روزی زندگی میکنن، کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی، کودکان مجرم، اونا هم یه حقوقی دارن. بچه‌هایی که یتیم هستن، مبتلا به بیماری خاص هستن، اختصاصا در مورد ایدز تو دنیا خیلی حرف زدن. بچه‌هایی که درخواست پناهندگی دارن، پناهندن، آوارن، حاصل از رابطه نامشروع هستن، کودکان طلاق و این مورد آخر که برای منم خیلی جالب بود که جدیداً اضافه شده، کودکان والدین شاغل. دنیا متوجه شده که داره با این تغییراتش روی بچه‌ها یه تأثیراتی میذاره وقتی والدین هر دوتاشون مجبور میشن که کار بکنن. خب حالا توی ایران حقوق بچه‌ها چیه؟ مهمترین قانون توی کشور ما، قانون اساسی، میگه که تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و امکانات برای تشکیل خانواده بایستی در کشور مورد نظر قرار بگیره و اصلا اقتصاد ایران بر پایه اون استوار بشه. و این که میگه وزارت بهداشت و آموزش پرورش توی قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش پرورش این اومده، با همکاری وزارت بهداشت باید در راستای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان فعالیت بکنند. من در ارتباط با حق آموزش زیاد صحبت نمی کنم به دلیل اینکه احتمالاً توی کلاس‌های دیگه ازش میشنوید و حرفم در موردش زیاد هست. راهنماییتون میکنم که در موردشون مطالعه کنید. ما اینجا بیشتر به رابطه سلامت و حقوق کودکان در مدرسه میخوایم بپردازیم. خب من چند تا از قوانین مهمی که در ارتباط با محافظت از کودکان در کشورمون داریم خدمتتون میخوام
صحبت بکنم. یکی این که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که میگه هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب بشه به اونا صدمه جسمی، روانی و اخلاقی وارد بشه و سلامت جسم و روانشون به خطر بیندازه و چند مورد دیگه که من خلاصه کردم اینا، میگه اینها ممنوعه و مجازات داره. و جالبتر این که کودک آزاری از جرایم عمومیه و احتیاج به شاکی خصوصی هم نداره و مجرم رو اینجوری نیست که حتما ازش شکایت بشه و کودک آزاری هر جا که شناسایی بشه سیستم قضایی اقدام میکنه برای شناسایی دلایل و اینکه جلوگیری بکنه از اینکه این ادامه پیدا بکنه. قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هم که اطلاع دارید عرضه دخانیات به افراد زیر 18 سال رو ممنوع کرده و مجازاتی برای کسایی که این رو توجه نمی‌کنن بهش. قانون کار جمهوری اسلامی ایران میگه بچه‌های زیر 15 سال نبایستی به کار گرفته بشن و 15 تا 18 ساله ها هم نباید کارهای سخت و زیان‌آور که آسیب به جسم و روحشون برسونه نباید انجام بدن، بار بیش از حد نباید جابجا بکنن و یک مراقبت‌های پزشکی هم براشون مطرح کرده. خب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که یک بروز رسانی در سال 1399 داشته وضعیت‌های مخاطره‌آمیز رو برای بچه‌ها مشخص میکنه و میگه بچه‌ها تو این شرایط احتیاج به حمایت دارن. خب اینو برید مطالعه بکنید، این خیلی قانون جالبیه، خوبه که بدونید از بخش‌های مختلفش اطلاع داشته باشید. 2 مورد که وضعیت مخاطره‌آمیز شناسایی شده، یکی بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل هست که من اون قرمز کردم اون پایین هست، و مورد بعدی فرار مکرر از خانه یا مدرسه. خب پس توجه داشته باشید که این 2 مورد مواردی هستن که ما احتیاج هست که یه کاری در موردش انجام بدیم. خب این قانون خودش میگه که باید چیکار بکنیم و حتما هم دستورالعمل‌هایی در خود آموزش پرورش برای این موضوع داریم. خب اختصاصی تر آیین‌نامه اجرایی مدارس رو داریم که من جزئیات بیشتری ازش خدمتتون میگم، ولی به طور کلی یک بخشی داره، حالا موارد مختلفی مطرح میکنه، اما در مورد بهداشت و ایمنی مدارس و اینکه باید آب و غذای سالم اونجا فراهم بشه، کنترل دوره سلامت داشته باشیم صحبت میکنه. آیین‌نامه اجرایی تامین حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان رو داریم. اینا رو من خواهش میکنم که مطالعه بکنید که خب این هم دولت رو موظف کرده خدمات سلامت و آموزش بهداشت رو به بچه‌ها ارائه بده و برنامه مدارس مروج سلامت که اتفاقا میشه در این طرح ارزیابی شرکت کرد و یک تقسیم بندی داره، یک درجه بندی داره و مدارس میتونن برن گواهینامه در این زمینه دریافت کنن. در موردش بیشتر صحبت میکنم. خب توی آیین‌نامه تامین حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش آموزان این موارد مطرح شده، اینکه آموزش سلامت به همه بچه‌ها باید ارائه بشه، یک برنامه آموزشی مهارت زندگی تهیه بشه، میان وعده غذایی مناسب تهیه بشه و شناسنامه سلامت برای بچه‌ها تهیه بشه و اینکه ارجاعاتشون تو سیستم بهداشت درمانی مورد پیگیری قرار بگیره. یک چالشی که داریم، من اینجا استفاده میکنم حالا که موضوع مطرح شد براتون بگم، یه چالشی هست بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش. ببینید بچه‌ای که بیمار میشه، خب ما میتونیم از خدمات رایگان مراکز بهداشت استفاده بکنیم. میدونید که پزشک عمومی در مرکز بهداشت رایگان بچه‌ها رو ویزیت میکنه، اصلا همه اقشار رو ویزیت میکنه. خب اگه بچه رو شناسایی کردیم که بیمار هست، خب به والدین اطلاع میدیم، والدین بچه رو میبرن دکتر و بعد نتیجه رو به مدرسه اطلاع بدن. اگه بچه احتیاج هست که پیگیری‌های بیشتری در موردش انجام بشه، اگه لازمه که بچه توی مدرسه مراقبتی در موردش انجام بشه، اینا رو باید به مدرسه اطلاع بدن. یه مواقع میبینیم که این ارتباطه اتفاقا برقرار نمیشه و اینکه مدرسه اطلاع نداره که مرکز بهداشت در مورد بچه‌ها چیکار کرد، و یا که مرکز بهداشت نمیدونه که بچه‌هایی که حالا دارو براشون نوشته و یا یه شرایطی داشتن که احتیاج به پیگیری داره، نمیدونه بعد چه اتفاقی براشون افتاد. خب لازمه که یک ارتباط خوب بین مدرسه و
اون مرکز بهداشت وجود داشته باشه. در مورد مدارس مروج سلامت خدمتتون یه چند موردی رو به طور خلاصه و اینکه فقط معرفی بکنم خدمتتون بگم. هدف این برنامه عرض کنم این هست که مردم رو در مورد سالم زندگی کردن، سالم کار کردن و آموزش با کیفیت بیاد توانمند بکنه و اینکه راهش چیه. ببینید همونطور که شما گفتید بچه‌ها آینده رو می‌سازن. امروز ما به بچه‌هامون یاد بدیم چجوری سالم زندگی کنن، چجوری سالم کار کنن، چجوری مواظب خودشون و بقیه باشن، چجوری کار گروهی کنن، مشارکت داشته باشن. من ازتون خواهش میکنم شما نرید توی مدرسه ها غرق بشین تو برنامه‌هایی که الان داریم، تو این رقابت شدیدی که داریم برای اینکه بچه‌ها نمره‌های بالاتر داشته باشن. آسیب میرسونیم به بچه‌ها. حالا بیشتر در موردش من حرف میزنم. ببینید هدف ما اینه که اینا رو توانمند کنیم یه زندگی سالم داشته باشن، سالم کار بکنن، سالم زندگی بکنن. خب این برنامه 8 جزء داره. یک بخش مهمش که آموزش سلامت هست، ارائه خدمات بالینی در مدرسه. ببینید خدمات بالینی البته منظورمون این است که میدونید بعضی از مدارس ارتباط خوبی با مرکز جامعه خدمات سلامت دارن، پزشک میاد اونجا بچه‌ها رو میبینه یا اینکه کارشناس بهداشتی میاد. منظور اون خدمات هست. سلامت محیط مدرسه خیلی مهمه، بهبود تغذیه در مدرسه. رها نکنیم بچه‌ها رو. تو خیلی جاهای دنیا بچه‌ها من میشن از اینکه با خودشون کیک و کلوچه و نوشیدنی شیرین بیارن مدرسه. بهشون میگن که لقمه بیارین، یه لقمه نون و پنیر ساده بیارین، میوه با خودتون بیارین. ما یه جور بچه‌ها رها کردیم. فقط برامون مهمی که نمره ریاضیش چند میشه. متاسفانه ارتقای سلامت کارکنان مدرسه، از اونجا که خب کارکنان مدرسه هم خیلی تاثیر میذارن روی سلامت بچه‌ها. مثلا آموزش کارکنان که حالا باز بهش اشاره میکنم خیلی اهمیت داره. کارکنان ما هم باید بدونن چجوری با بچه‌ها رفتار بکنن، بچه‌هایی که در خطرن رو شناسایی بکنن. خدمات سلامت روان و مشاوره در مدرسه و مشارکت والدین و جامعه در برنامه‌های سلامت. این مشارکت اگه برقرار بشه اینم میتونه خیلی کمک کننده باشه. والدین یک پتانسیل دارن که میتونن کمک کنن کمبودای ما برطرف بشه. وقتی معلم من مشغوله به درس دادن به تعداد زیادی دانش آموزه، حتما احتیاج داره به این نیروی که بهش کمک کنه. خب کی بهتر از اون والدین علاقمند هست؟ مدارس باید یه جایی برای ایجاد این مشارکت باشه. حالا اگه والدین حتی جلسه اول مربیان شرکت نمی‌کنن، باید ببینیم که راهش چیه، چیکار بکنیم که این اتفاق بیفته. خب آیین‌نامه اجرایی مدارس که خیلی مفصل است. حتما این آیین‌نامه اجرایی رو هم بخونید. بخش مهمیش مربوط به بهداشت محیط مدرسه است و اینکه بچه‌ها باید برنامه‌های ورزشی و بهداشتی و انجام معاینات پزشکی اینها براشون تو مدرسه باشه. جالبه که تو این آیین‌نامه میگه در مورد چاقی و دیابت در بچه‌ها کاری کنیم، ولی همچنان می‌بینید که روز به روز وضع اون داره بدتر میشه. بچه‌های چاق داریم، بچه‌های بی‌تحرک داریم و این دلیلش اینه که ما برامون مهم که نمره زیست بچه‌هامون بالاتر بشه. برامون اهمیت نداره که 20 سالش شد، 18 سالش شد، 15 سالش شد دیابت میگیره. اینا که عرض میکنم البته اینجوری نیست که واقعا اهمیت نداره. میخوام بگم برنامه‌های ما نشون میده که ما خیلی بهش اهمیت نمیدیم، در اجراشون مسئله داریم. خب اگر که بیماری تو مدرسه اتفاق بیفته، شایع بشه، حادثه اتفاق بیفته، قطعا احتیاج هست که تو مدرسه کارهایی انجام بدن. ببین مدرسه باید یه جای ایمن باشه برای بچه‌ها، از هر خطری دور باشن توی مدرسه، اومدن توی مدرسه که بهتر بشن، پس نباید اتفاق تو مدرسه براشون بیفته. خب اگه اتفاق افتاد، حادثه اتفاق افتاد، باید پیگیری بشه. این که به بچه‌ها یاد بدیم خودآگاهی رو، مسئولیت پذیری رو، رفتارهای بهداشتی رو. این آیین‌نامه میگه بچه‌ها باید بدونن که در قبال همسالان خودشون، جامعه خودشون، خانوادهشون و محیط زیست مسئولیت دارن. اینو از کودکی باید به بچه‌هامون یاد بدیم. رفتارهای بهداشتی تو این سه شکل میگیره. این که خب
از مشارکت استفاده بکنیم، از مشارکت والدین فضاها رو باید بررسی بکنیم توی مدرسه، استحکام و ایمنی مناسب داشته باشه، مسیرهاش جوری باشه که راحت تردد درش اتفاق بیفته، شاداب و زیباسازی فضای مدرسه مورد تاکید قرار گرفته و اینکه رعایت استانداردها و اصول ایمنی. حالا این آیین‌نامه خیلی طولانی هست، موارد دیگه هم داره که برید مطالعه کنید. چیزای دیگه هم داریم. ما فرامون در مورد بچه‌ها قاعده و دستورالعمل داریم. دستورالعمل ایمنی مدارس، آیین‌نامه بهداشت محیط مدارس، دستورالعمل پیشگیری از حوادث دانش آموزی و موارد دیگه که هم کلی‌ترن. به طور مثال آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، آیین‌نامه حمایت از کودکان زنان بی سرپرست و بد سرپرست و قوانین بیمه‌ای و پزشکی و قوانین کار که اونها هم خب در حوصله بحث ما نیست و میتونید که مراجعه بکنید و اینها رو پیدا بکنید، مطالعه بکنید. ما قانون در مورد بچه‌ها زیاد داریم، دغدغه‌مندم در مورد بچه‌ها زیاد داریم. ما خواهش کنیم دغدغه‌مندا برن قوانین بخونن، کمک بکنن ببینن چجوری اینا رو اجرا بکنیم. خب سوالی تا اینجا ندارین؟ روند جلسه‌مون رو دوست دارین؟ خوبه همینجوری پیش بریم؟ با ما هستین؟ چکر از شما، بسیارم عالی. به شیوه معلمی هم عمل میکنید و انرژی هم از اون و به ما میدید. خب خیلی متشکرم، ممنونم از توجه شما. خب حالا بریم روی این که سلامت یعنی چی؟ داریم میگیم بچه ها حق سلامت دارن، باید به سلامتشون توجه کنیم. حالا این حقه یعنی چی؟ سلامت معنیش چیه؟ وضعیت کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی. ببینید فقط نمیگیم که جسم دانش آموزمون سالم باشه، حتی نمیگیم فقط روانش سالم باشه. ببینید بچه‌مون نباید استرس داشته باشه، اضطراب داشته باشه، افسردگی داشته باشه و بیماری‌های روانی، و اینکه باید بتونه تو جامعه حرف بزنه، حقشو بگیره، ارتباط برقرار کنه، دوست پیدا بکنه. اینا سلامت اجتماعیشو نشون میده. سلامت اجتماعی خیلی جای کار داره، بهش نپرداختیم. وقتی بچه‌ها میان دانشگاه تازه ما متوجه میشیم چقدر دورشون نگه داشتیم از جامعه. اتفاقا نمیدونن کارهای خودشون چجوری انجام بدن. قرار نیست همه بچه‌ها برن دانشگاه که بعد مستقل بشن اینا رو یاد بگیرن. بچه‌ها قدیم که کلاس سوم راهنمایی رو تموم می‌کردن میتونستن زندگی اداره کنن. چی کار کردیم که بچه‌هامون رو چند سال عقب بردیم؟ باید به سلامت اجتماعیشون فکر بکنیم و اینکه فقط بیمار نباشن و چهرهشون نشون میده سالمه، این دلیل نمیشه سالم باشن. من از این فرصت استفاده کنم، بچه‌های من حتما توجه کنید به روحیات بچه‌هاتون توی مدرسه در آینده. ببینید این فقط مهم نیست که کارنامه‌اش نمره‌های خوب داره، مهم اینه که کی شب میخوابه، مهم اینه که گرسنه نباشه، مهم اینه که چهرهش اگه شما دیدید یه کبودی روی صورتش داره، اگه که گوشه‌گیر شده، حرف نمیزنه، با دوستاش ارتباط نداره، اگر که غمگینه، ما باید بریم دلایل اینا رو پیدا کنیم. این که آیا درس میخونه یا نمیخونه این تو مرحله بعده. اگه رفتارهای عجیب و مشکوک داره ما باید اینو پیدا بکنیم. و خب حالا ممکنه سوال کنیم سلامتشون به ما چه ربطی داره؟ ما میخوایم آموزش بدیم. سلامت محور همه حقوق بچه هاست. سلامتشون ربط داره به حق آموزششون. اگه سالم نباشه نمیتونه بیاد مدرسه، اگه مدرسه نیاد نمیتونه شغل خوبی در آینده بگیره، نمیتونه با آدم مناسبی ازدواج کنه، ممکنه که دچار انحراف بشه. خیلی سلامتش مهمه تو همه جنبه‌ها. از اون ورم اگه یه بچه آموزش نبینه باز به سلامتش ضرر میخوره. اگه ندونه که چجوری مواظب خودش باشه، بهداشت رو چجوری رعایت بکنه، چجوری تو مواقع خطر اقدام بکنه. خب پس سلامت محوره بچه‌ها. پس ما همه جا باید نگاه بکنیم که داریم به هدفمون نزدیک میشیم، داره دانش آموزمون یاد میگیره، چه عالی. در حالی که سالمه، بله، بهتر از این نمیشه.
و معلم‌ها خیلی خوب میتونن روحیات بچه‌ها رو شناسایی کنن. ببینید این به ما ربط داره، ما مسئولیت اجتماعی داریم و شما نزدیکترید به بچه‌ها، شما در این مورد مسئولیت دارید، باید مواظب بچه‌ها این سرزمین باشید. دلایل خوبی گفتید برای اینکه باید مواظبشون باشید. خب حالا حق سلامت چیه؟ این که بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی و اجتماعی و این روزا معنوی هم بهش اضافه شده، بچه‌ها بهش دست پیدا کنن. حالا چجوری دست پیدا بکنن؟ عرض کنم که یه بخش مهم کار مربوط هست به سیستم بهداشت و درمان که باید دسترسی فراهم بکنه که خدمات بهداشت درمانی همه بهش برسن. خب اما باید یه شرایط اقتصادی اجتماعی هم برای افراد فراهم بشه تا بتونن از این حق استفاده کنن. این دیگه یک جور ارتباط هست که برقرار میشه بین نظام بهداشت درمان و هر سازمانی که توی یک کشور هست و هر نهادی که توی یک کشور هست. آموزش خیلی بخش مهمه. آموزش تعیین کننده سلامت هست. در کنار غذا، مسکن و آب سالم و محیط کار و محیط زیست سالم، آموزش خیلی اهمیت داره، یه تعیین کننده سلامت هست. خب حالا بریم جلوتر ببینیم. پس ما می‌خوایم سلامت بچه‌ها رو ارتقا بدیم، این مهم هست که تو محیط آموزشی داریم چی کار میکنیم، چی بهشون یاد میدیم، چجوری مراقبشون هستیم. خب من عذرخواهی میکنم فایل پی دی اف شد، قرار بود به هم نقره، یه خورده خود پی دی اف شدنش انگار یکم فونت‌ها رو تغییر داد، ولی خوشبختانه هنوز قابل خوندنه. وضع سلامت بچه‌های ما چجوریه؟ ببینید تو سالهای اخیر وضع سلامت نوزادان و کودکان زیر 6 سالمون خیلی خوب بهبود پیدا کرده. هرچند که تفاوت هست بین سطح سلامتی افراد توی تهران و مشهد و سیستان و بلوچستان و کردستان و روستاهای دورافتاده و اینها، خب تفاوت داریم. همونطور که مستعضی سازمان‌ها و خدمات هم با کیفیت‌تر هستن توی مراکز. توی مناطق دورافتاده آمار مرگ و میر بچه‌ها، فقر غذایی، عدم دسترسی به آب و غذای سالم و کافی، سرپناه مناسب و امکانات بهداشتی کمتره، یعنی دسترسی کمتری دارن. خب ببینید وقتی مدرسه سلامت محور میشه، میبینی که بچه‌ها آب و غذای سالم ندارن، شاید بتونه کاری بکنه. میگم حمایت طلبی بکنه. این سالها در مورد حمایت طلبی خیلی حرف زدن. ببین ما باید ارتباط برقرار کنیم با کسایی که میخوان به این بچه‌ها کمک بکنن، با سازمان‌هایی که قواعدی برای کمک کردن دارن. پس وظیفه من فقط درس دادن زیست شناسی و زمین شناسی نیست به بچه‌ها. خب بعضی از بچه‌ها هم در خطرن، مثل بچه‌های خانواده‌های بی‌بضاعت، بچه‌های کار و خیابان، بچه‌های بی‌شناسنامه، بچه‌های توانیاب که اینا احتیاج هست که بیشتر بهشون توجه کنیم. من باز از فرصت استفاده کنم یه نکته رو بگم خدمتتون. ما دو جور تبعیض داریم. یه تبعیضه که تبعیض خوبی نیست. میایم به یک امکانات بیشتری میدیم، تفاوت قائل میشیم، به بعضی دیگه اون امکانات نمیدیم و باعث بهره‌مندی یه گروه از گروه دیگه، بیشتر از گروه دیگه میشه. خب ولی یه جور تبعیض قائل میشیم برای کسی که پایین‌تر سطحش، که بیاد بالاتر به سطح بقیه برسه. این تبعیض مثبته، این خوبه. ما بچه‌ای که توانیابه رو وقتی تو مدرسه داریم باید کمکش بکنیم که برسه به سطح بقیه بچه‌ها. بقیه بچه‌ها میرن تو حیاط بازی میکنن، ما باید یه شرایط فراهم بکنیم که این دانش آموز ما که رو ویلچر هست بتونه تو زنگ تفریش بره بیرون، یه هوا بخوره بیاد تو، راحت بتونه بره و بیاد. پس تبعیض مثبت خوبه. حالا این من ساده ترین شکلشو گفتم، باید تو سطح کشورم به این توجه بکنیم. باید یک بیمه به طور مثال خاص، بیمه رایگان برای بچه‌هایی داشته باشیم که پدر مادرشون نمیتونن خدمات رو براشون خدمات سلامتی رو خریداری بکنن، که میدونید این چند سال یه اتفاقات خوبی در مورد بچه‌ها افتاد. خب ولی مشکلمون شناساییه. ما باید این بچه‌ها رو پیدا بکنیم بیان از خدمات استفاده بکنن. متاسفانه در بین نوجوانان ایرانی ما چالش داریم. رفتارهای پرخطر بهداشتی شامل تغذیه ناسالم، استعمال سیگار و مواد مخدر، عدم تحرک، روابط جنسی غیر مسئولانه، بارداری و سقط جنین، بیماری‌های جنسی، خودکشی، بیماری‌های روانی، تصادفات، معلولیت‌ها و مرگ بر اثر تصادفات افزایش پیدا کرده که اینها همه یه جور زنگ خطر هستن. ببینید یک تفاوتی هست بین بچه‌هایی که مدرسه ابتدایی میرن و بچه‌هایی که دبیرستان میرن.
من خواهش می‌کنم برید در موردش مطالعه بکنید. ببینید با هر گروهی باید چجوری برخورد بکنیم. چالش‌های هر گروه چی هستن. ما سطح سلامت بچه‌های مدرسه ابتدایی رو ارتقا دادیم. وضعشون بهتره. با نوجوانامون الان چیکار بکنیم؟ چه برنامه‌ای داریم؟ در وضعیتی هستیم که باید به اینا توجه بکنیم. چیکار کردیم؟ چیکار میکنیم؟ نقش من چیه؟ و اینکه یک مسئله بدتر از اون، اینکه فشار برای عمل کرده بهتر تو دنیا اینجوریه و انتظارات از دانش آموزان افزایش پیدا کرده. دغدغه بچه‌ها شده درس خوندن، نمره بالاتر گرفتن، استرس دارن، ناخوناشون میخورن، پاشون هی تکون میخوره، شب درست نمیخوابن، زندگیشون براشون بخصوص در دوره دبیرستان دیگه زهرمار میشه، سلامت روانیشون به خطر میفته. که چی؟ که میخواد نمره‌های بالاتر بگیره. همشون هم که دیگه با هم رو راست باشیم بچه ها، همشون هم که دکتر و مهندس و خلبان نمیشن. ما این همه چند میلیون هم دکتر و مهندس و خلبان نمیخوایم. ما احتیاج به یه خیاط خوب داریم، به یه آرایشگر خوب داریم، به یه لوله‌کش خوب داریم، به یه مکانیک خوب داریم. چرا اینا رو اینقدر اذیت میکنیم که همشون در حد خلبانی بدونن بعد بیاد مکانیکی بکنه؟ اینا این چیزاییه که انشالله نسل شما بیاد تو آموزش پرورش تغییری بده. من از بابت ارتباطش با سلامت بچه‌ها عرض میکنم. خب حالا بریم اختصاصی در مورد مدارس صحبت بکنیم. تو مدرسه چی کار بکنیم؟ من چند روز پیش نگاهی میکردم، چند تا ابزار خوب پیدا کردم، اونا هم در نهایت براتون معرفی میکنم. برید از اونا استفاده بکنید، برید رو اونا مطالعه بکنید. دوست داشتید یه تحقیقاتی تعریف بکنید. ببینید هم ما باید ابزارا رو بیاریم توی کشورمون، بیاریم توی سیستممون استفاده بکنیم و همین که از اونا برای ارزیابی سیستممون استفاده بکنیم و بهبود بدیم سیستممون. قواعد بین‌المللی رو من یه دسته‌بندی کردم. فکر کردم که شاید در قالب دسته‌بندی یک مقدار اجرای اونا راحت تر باشه. یه سری الزامات برای حقوق بچه‌ها توی مدرسه داریم. خب مهمتریناشون چی هن؟ حق شناسایی و احترام به حقوق کودک. حالا اینا رو بیشتر براتون توضیح میدم. حق برابری و عدم تبعیض، بازی و آموزش، دریافت اطلاعات و مشارکت در تصمیم گیری، حق محیط سالم و ایمنی، حق محافظت در مقابل مخاطرات و حق سلامت. مهمترین و اولین کاری که باید انجام بدیم این است که حقوق کودک رو به خودش، به والدینش و به پرسنلمون آموزش بدیم. پرسنلمون باید بدونه چجوری با بچه‌ها رفتار بکنه و چیزای دیگه که حالا کوتاه در موردش باهاتون حرف میزنم. باید یه بیانیه از حقوق کودکان تهیه بکنیم و این بیانیه رو نصب بکنیم توی مدرسه. بیانیه نوشتن، ببینید بیانیه هم نباید بیانیه طولانی باشه، استاندارد داره. بیانیه حقوق کودک باید قابلیت این داشته باشه به ذهن بسپاریم. به بچه‌ها بگید 5 تا مورد حقوقی که تو مدرسه داری رو برای ما بگو، بتونه تو 5 خط توضیح بده. از این نوشته‌های طولانی که بعضی موقع توی بیمارستان‌ها هم داریم که ریز ریز یک صفحه آچار در مورد حقوق مردم چیز نوشته، این از اینا چیزی به دست نمیاد. اگه می‌خوایم چیزی اجرا کنیم باید ساده باشه، قابل فهم باشه و قابل به یاد سپردن باشه. بعد نظرات بچه‌ها رعایت میشه نمیشه، چیکار باید بکنیم، چه جوری بهبود بدیم، ارزیابی عملکرد داشته باشیم، فرآیند کاریمون رو ارتقا بدیم، شناسایی کنیم حقوق کودک‌ها. بچه‌ها حقوقی دارن. به اینجا یک بنگاه اقتصادی نیست که بچه‌ها بیان توش این کتابای قطور و کلفت بدیم بهشون، اینا رو بخونن و بعد بیان امتحان بدن و سرتیفیکیت بگیرن برن از اینجا. اینجا یک محلیه برای پرورش و آموزش در کنار همدیگه. آموزش و پرورش. خواست برای مهارت یاد بگیره، 1 سال 6 ماه میرفت از این مکانیکی سر کوچه با استاد شاگردی یاد میگرفت همه چیزی که لازم داشت. اومده توی مدرسه 9 ماه در اختیار ماست. 9 ماه حدود 6 ساعت 8 ساعت چند ساعت. بعضی بچه‌ها تو مدرسه بیشتر میمونن. مدرسه غیر انتفاعی که همینجوری زمان رو دارن اضافه میکنن. میمونن توی مدرسه درس میخونن. در اختیار ما هستن. باید پرورششون بدیم. خب مورد بعدی اینه که
باید واقعا برابری رو در مدرسه هم تبلیغ بکنیم، به همه بچه‌ها بگیم شما برابرین. اهمیت نداره که شما پدرتون چی کار هست، لازم نیست که شما اگه فوتبالیست هستید دکترم باشید، چون یک دکتر فوتبالیست مسئول هر دوتاشون آدمای مهمی هستن. لازم نیست فوتبالیست به دکترا بگیره. یک مکانیک، یک رفتگر، هر کدومشون کارشون رو خوب انجام میده دارای شأن هستن و کرامت هستن و اینجوری نیست که چون یکی دکتره آدم مهمتریه و یکی اگر که کارشناس وزارت بهداشت کارشناس بهداشت آدم کمتر مهمیه. همه مهمن تا جایی که به حقوق آدمای دیگه احترام میذارن، تا جایی که سالم زندگی میکنن و ما به همه این مشاغل احتیاج داریم و این تصویرم تغییر بدیم. همه برابرن، تو مدرسه هم همه برابرن. مهم نیست که کی چه شرایطی بهتری داره. شرایطش باید بذاره بیرون بیاد توی مدرسه. ما هم به همه بچه‌ها باید یه جور نگاه کنیم. نکنه یه نفری که پدر و مادرش مثلا بی‌بضاعت از سطح اقتصاد اجتماعی پایین‌تری دارن ما بهش کمتر توجه بکنیم. خیلی این خطرناکه. این از اون چیزاست که یه ترک ایجاد میکنه روی یک سدی که یه روز میشکنه و این هیجان باعث میشه که این سیستم ما از بین بره و مراقبت بکنیم. برابری رو به بچه‌ها یاد بدیم، برابری زن و مرد رو بهشون یاد بدیم و مسئولیت‌های زن و مرد رو. اینا مدرسه باید بهشون یاد بده و ما خودمونم بدون تبعیض بچه‌ها برسیم. بچه‌هایی که از نظر فرهنگی متفاوتن، از این شهر دیگه اومده، زبانش متفاوته، لهجه داره، باید بهش احترام بذاریم، شرایط ایجاد بکنیم اونم بیاد تو گروه، اونم بیاد تو بین بقیه بچه‌ها قرار بگیره و از اون پتانسیل خودش استفاده بکنه. و اینکه ببینیم ما یه سطحی رو در نظر میگیریم، بعد همه بچه‌ها رو ارزیابی میکنیم ببینیم کی به چه کمکی احتیاج داره تا به اون سطح برسه. یک نفری احتیاج داره که تکلیف بیشتر داشته باشه، یه نفر توجه بیشتر میخواد، یه نفر کمک میخواد که معلولیتی داره که راحت‌تر بتونه بره توی حیات. باید ببینیم هر کدوم به چی احتیاج دارن. امروز در مورد آموزش شخصی سازی شده صحبت میکنیم. اینکه ما نباید با همه بچه‌ها یه جور برخورد بکنیم. باید ببینیم کی چی لازم داره. ما دیر این کارو میکنیم، ما اشتباه این کارو میکنیم. تو خیلی مدرسه‌های دنیا تو همون سالهای اول تعیین میکنن که این بچه چی احتیاج داره. این بچه‌ای که یادگیری ریاضیش ضعیفه، با تکلیف و اینام نمیاد بالا، شاید استعداد ریاضی زیاد نداره، یه جور دیگه هدایتش میکنیم. میایم روی درس دیگهش که بیشتر در اون انگیزه و استعداد داره فعالیت توجه میکنیم و تمرکز میکنیم. خب یه نقاش خوب ازش در میاد. بچه‌ای که همه این نمره‌هاش 20 مشکل داره، من معذرت میخوام یه جایی تو این صحبتامون پامون کردیم تو کفش بقیه همکارامون تو آموزش پرورش. من ارتباط اینا رو میگم به دلیل اینکه به سلامت بچه‌ها ارتباط دارن. یه نقاش باشه، کارشو دوست داشته باشه، بره سر کار، سلامت روانش بالاتره، میتونه یک خانواده سالمتر رو اداره کنه تا کسی که صبح بیدار میشه انگار یک بار روی دوششه، نمیتونه بره سر کار، اینقدر که کارشو دوست نداره. حالا باشه که خلبان، باشه که مهندسه، دوستش نقاش ساختمون باشه، چرا که نه؟ به این باید توجه بکنیم. خب مورد بعدی، بچه‌ها حق بازی و آموزش با هم دیگه دارن. من نمیدونم الان چه جوریه مدرسه، اما تا زمانی که من یادم میاد زنگ هنر هیچ معنی نداشت تو مدرسه. زنگ ورزش هم همینجور از سر باز کن. بچه‌ها همینجور کنار حیاط میشینن روی زمین، کتاباشون دستشون یا با هم دیگه بازی میکنن. این همه ما زمان داریم توی مدرسه، میتونیم هر سال یه هنر به اینا یاد بدیم. سال اول سوزندوزی یاد بگیرن، مرقع کاری یاد بگیرن، معرق کاری یاد بگیرن، میتونن فیروزه کوبی یاد بگیرن. یه ورزش شد، چند تا ورزش، چرا یه ورزش شد، چند تا ورزش به صورت حرفه‌ای یاد بگیرن. خب کلاس بیرون هم بره که میخواد 3 ترم بره کلاس بیرون، بعد بره تو مسابقات شرکت کنه. این که هر هفته با ماست تو مدرسه. خب اینا رو بهش یاد بدیم، بعدا هم میتونه اینا رو بره توی زندگیش استفاده بکنه. شاید یک خیاط خوب شد، ما وقت داشتیم برش، زمان گذاشته بودیم،
ساعت برش تنگ کردیم برای زنگ هنرش، برای ورزشش. ورزش نمیکنه توی مدرسه، بعد میره توی سالمندیش هم وقتی ازدواج کرد و بزرگسالیش ازدواج کرد و میخواست بره ساعتهای طولانی به علت مسائل اقتصادی که ما داریم بره کار بکنه، دیگه کجا وقت ورزش میکنه؟ ولی اگه تو مدرسه ورزش رو نهادینه کرده بودیم چی میشد؟ الان برای ورزش وقت میذاشت تو بزرگسالیش، یه نیم ساعتی براش وقت پیدا میکرد. ذهنش رو با هنر آرامش بده. من به طور کلی برای مهم نیستا رو دارم به طور کلی عملکرد این سیستم میگم که چجوری هست. ببینید ما زمینه رشد فقط نباید توانمندی تحصیلی در اون ایجاد بکنیم، توانمندی جسمی، فیزیکی، روانی، معنوی، اجتماعی، احساسی. این دانش آموز ما دیپلم گرفت 18 سالش میتونه ازدواج کنه. توانمندی احساسیش رو رشد دادیم که با یه آدم درست حسابی ارتباط برقرار کنه، آشنا بشه، بره بعد زندگی کنه، بچه‌های خوب پرورش بده. اینا مهمه. بهش هیچ وقت گفتیم چجوری مامان خوبی باش، بابای خوبی باش؟ بهش گفتیم با فرهنگ‌های مختلف تو جامعه چجوری برخورد بکنه، از خودش چجوری مراقبت بکنه، چجوری پول در بیاره، پول چقدر اهمیت داره؟ اینا رو بهش نگفتیم. تازه دیپلمشو که میگیره اگه دانشگاه بره باز دوباره یک دوره‌ای باز آموزشی داره، نمیتونه کاری بکنه، در حالی که بعد از این که دیگه درسش تموم شد باید بتونه کار کنه، بتونه مستقل بشه. خب عرض کنم که بچه‌ها باید مهارت‌های زندگی یاد بگیرن، حل مسئله، برقراری روابط دوستانه، احترام به فردیت، تصمیم گیری آگاهانه. اصلا یاد بدیم بهشون چجوری تصمیم گیری کنن. خودداری از رفتارهای خطرناک جاش تو مدرسه است. چرا اینقدر نوجوانای ما دارن سیگار میکشن؟ نمیخوام بگم همه چی تقصیر مدرسه است، میخوام بگم مدرسه میتونه خیلی تأثیر بذاره. اختصاصا در مورد سیگار کشیدن بچه‌ها صدا سیما مقصره، والدینشون مقصرن، اون کسی که سیگار به بچه‌ها میفروشه مقصره، مدرسه هم مقصره. و مواظبت کنیم از بچه‌هامون و حفظ سلامت جسمی و روانی و چیزای دیگه. چجوری مواظب خودش باشه، مواظب خانواده‌اش باشه. ایجاد امکان بازی و تفریح مطابق سن بچه‌ها و ترجیحاتشون برای همه سنین. تحصیلات حمایتی مثل موزیک و هنر در موارد مشابه. باید ما معلم آموزش دیده داشته باشیم بتونه به بچه‌ها هنر یاد بده، بچه‌ها رو ورزش ببره. معلم ریاضی نباید بیاد سر کلاس هنر. و اینکه از نظر والدین و کودکان هم استفاده کنیم، ببینیم چجوری میتونیم اینا رو بهبود بدیم. باشه امکانات تو مدرسه نداریم، ما فراوون میتونیم این امکانات رو از محل‌های مختلف فراهم بکنیم به شرطی که بخوایم. خب موضوع بعدی حق دریافت اطلاعات و مشارکت در تصمیم گیریه. ما باید اطلاعات سلامتی رو اختصاصاً به بچه‌ها بدیم. ببینید به نوجوانا باید بگیم شما میتونید به صورت رایگان اگه خطری برای سلامتیتون پیش اومده میتونید برید پزشک رو ببینید تو مرکز جامعه خدمات سلامت. بهشون بگیم میتونن کجا خدمات رو بگیرن. شاید نگرانه که بار اقتصادی روی دوش خانواده‌اش نباشه نمیره دکتر. نوجوان ما عاقل و فهیمه به فکر خانواده‌اش هست. باید امکان مشارکت بچه‌ها رو در تصمیمات بذاریم. کم و بیش اینو می‌بینم با توجه به بلوغشون و توانمندی‌هاشون بگیم شما چیکار می‌کنید برای مدرسه؟ اصلا می‌خوایم مدرسه رو رنگ بکنیم. بچه‌ها بیان کمک بکنیم با هم دیگه. چه رنگی بکنیم؟ کی رنگ کنیم؟ یه کاری کنیم مدرسه واقعا خونه دومشون باشه. باید پرسنل هم توانمندسازی بشن که ارتباط برقرار کنن، توجه کنن به نظرات بچه‌ها، بار روانی اضافه برای بچه‌ها ایجاد نکنن، به بچه‌ها فشار نیارن، بچه‌ها رو نترسونن. من میدونم که کار کردن با نسل جوان یه مقدار مشکله، یک مقدار متفاوتن این روزها با اون چیزی که قبلا بودن، اما درس معلم ارباب از زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا رو، ما باید راهش پیدا کنیم.
باید امکان سوال پرسیدن برای بچه‌ها فراهم کنیم، زمان بهشون بدیم تصمیم بگیرن. محرمانگی اطلاعات کودک هم خیلی مهمه. ببینید یه موقع یه بچه به شما مراجعه میکنه، اول که باید اعتماد بچه‌ها رو جلب بکنید. واقعا بعضی از بچه‌ها توی خونه نمیتونن با والدینشون حرف بزنن و به شما تو مدرسه اعتماد میکنن. خب شما چی کار باید بکنید؟ باید اول که در موردش مطالعه بکنید، ببینید در این شرایط باید چی کار بکنید. حرف در موردش زیاده، ولی باید ببینید مصلحت بچه‌ها چیه. بچه اومده از یک رابطه خطرناکی داره صحبت میکنه، از اتفاقی که تو خونه برش افتاد صحبت میکنه. با مشورت همکارانتون ببینید باید چی کار بکنید در این مورد. اگه کودکی دچار آسیب توی منزل، باید ببینید در موردش چی کار بکنید. ولی محرمانگی اطلاعات کودک رو حفظ بکنید. بذارید اعتمادش با شما بماند، به شما اعتماد بکنه و بیاد با شما مسائل مطرح کنه و مصلحتش رو حتما در نظر بگیرید. خب بچه‌ها حق دارن که توی محیط سالم و ایمن تحصیل بکنن. باید اولا که اطمینان پیدا کنیم از استانداردهای تجهیزات، امکاناتی برای بچه‌های دارای محدودیت حرکتی تو همه بخش‌ها باید بذاریم. زمین‌های بازی رو استاندارد بکنیم. نظرات بچه‌ها رو در مورد توسعه مدرسه، زمین بازی و چیزهای دیگه بپرسیم. ساختار مدرسه یک جوری باشه که مناسب باشه برای پاسخگویی به نیاز بچه‌ها. محیط‌های راحت و امن برای آموزش و بازی ایجاد بکنیم. سیستم گرمایش و سرمایش و سرویس بهداشتی مناسب، آب و غذای سالم در دسترس بچه‌ها باشن. و اینجا که در مورد غذا صحبت کردم توجه کنید. ببینید ما اجازه نداریم که چیپس و پفک و نوشابه و اینجور چیزا رو تو مدرسه بفروشیم. یکم انتخابامون کم میشه، سخت میشه بعد تهیه مواد غذایی برای بوفه مدرسه، ولی این مواد غذایی که خطرناک هستن بچه‌ها نباید بهشون عادت کنن. و این که باید به بچه‌ها یاد بدیم که توی مخاطرات چجوری مواظبت کنن از خودشون. اگه خطری تو مدرسه و توی خونه پیش اومد و مانورهایی هم باید داشته باشیم. یک الزام مهم دیگه محافظت از بچه‌هاست در مقابل مخاطرات. اول که باید به بچه‌ها یاد بدیم چه خشونتایی ممکنه در موردش اتفاق بیفته، اصلا خشونت خانگی چیه، چجوری مواظب خودشون باشن. اگه والدینشون باهاشون دارن بدرفتاری میکنن، آسیب بهشون میرسونن، اگه توی مدرسه معلمی داره آسیب بهشون میرسونه، چیکار بکنن؟ با کی تماس بگیرن، حرف بزنن؟ تو مدرسه برای این میگم اعتماد رو جلب کنید. اعتماد رو جلب کنید همون اول که یکی مشکوک شد به اینکه خشونتی داره در موردش اتفاق میفته یا در مورد دوستانش اتفاق میفته، بیاد به شما بگه. چون هدف نهاییمونه که محیط خوب برای بچه‌ها فراهم کنیم، آری از این مسائل جانبی که بیان درس بخونن دیگه. پس بهشون باید آموزش بدیم، بهشون یک اطمینان بدیم که اتفاق بدی براشون نمیفته اگه بیان بگن که یک خشونت رو پدر مادرشون نسبت به اونا دارن انجام میدن. کمکش کنیم که از اون چاله بیاد بیرون، از اون اتفاق قبل اینکه یک اتفاق بدتر براش بیفته. یک سیستم محافظت و حمایت از کودکان هم باید ایجاد بکنیم. این سیستم شامل این باشه که چجوری بچه‌ها شناسایی بشن، فرآیندش تعریف شده باشه، ارتباطش با پدر مادر چجوری برقرار بشه، به احتمال اگه به نیروی پلیس و نیروی انتظامی لازم است خبر بدیم، کی خبر بدیم، بچه رو باید بفرستیم پیش روانشناس، احتمالاً پیگیری بکنیم، تو مدرسه چیکار بکنیم، به مدرسه که برگشت چیکار بکنیم، مواظبت کنیم بچه‌ها مسخرهش نکنن. این موضوع مهمه. بولینگ این روزا خیلی تو مدرسه تو دنیا مهم شده، اینکه بچه‌ها میان به نوعی یه بچه دیگر مسخره میکنن یا یه کاری میکنن که کلا ایزوله بشه، از گروه جدا بشه. باید مراقبت بکنیم از این موضوعات. وقتی بچه‌ها خودشون دوست داشته باشن، بدونن که خودشون اهمیت دارن و هر کدومشون یک پتانسیل مهمن برای این کشور، برای خودشون، برای خانواده و جامعه که شکوفا بشن و بهترین خودشون باشن و میتونن یک گره از این مملکت رو باز کنن. ببین احساس ارزش دادن به بچه‌ها کمک کنه که مواظب خودشون باشن، خودشون رو لایق یک زندگی مناسب و خوب ببینن. خب رفتارهای بیرحمانه و تحقیر کننده به عنوان تنبیه نباید اصلا استفاده بشن. خیلی باید مواظب باشیم. یه موقع ممکنه یه حرف ما تحقیرآمیز باشه، تنبیه بدنی که جای خود دارد، هیچ وقتم کارم نمی‌کرده، بدتر نتایج بدتر هم داشته و اصلا انسانی هم نیست. این که
پرسنلمون رو آگاه بکنیم از پروتکل‌هایی که در این ارتباط هست، چجوری شناسایی کنن، ارجاع بدن، سوء استفاده ها رو ارجاع بدن. ببینین بچه میاد زیر چشمش کبوده برای ما اهمیت داره. برای من اهمیت نداره که فقط بیام درسمو بدم برم. به من چه که چش شده. من تو دانشگاهم برام مهمه که یه دانشجوی من گوشه‌گیره گوشه نشسته حرف نمیزنه. بعد چطور یه بچه‌ای که هیچ راه فراری نداره از اون خانواده و از اون مدرسه و جامعه ممکنه یه بلایی سر خودش بیاره، من از اون غافل بشم. در موارد احتمالی سوء استفاده از کودک باید رو شفاف عمل کرد. اگه خدا نکرده اتفاقی تو مدرسه افتاده ما لاپوشونی نمی‌کنیم، مواظبت از همکار خشنمون هم نمی‌کنیم. باید واقعیت رو به پلیس و خانواده بچه‌ها بگیم. باید همکاری بکنیم، باید یک فضای ایجاد بکنیم اون کسی که میخواد آزار برسونه هزینه‌اش زیاد باشه براش و نتونه این کار بکنه. باید بچه‌هایی که هر گونه سوء استفاده‌ای ازشون میشه، رنج میبرن، کمکشون کردیم، اینا رو اطلاعاتشون ثبت کنیم. اگه تو مدرسه کودک کار داریم، بچه‌ای داریم درگیر اعتیاد خدای نکرده، ترک تحصیل کرد، موارد مختلف، اینا رو باید پیگیری بکنیم، اطلاعاتشون ثبت بکنیم و ارزیابی عملکرد پرسنلمون رو انجام بدیم. ببینیم در ارتباط با کودکان چجوری رفتار میکنن و این فقط موقع استخدام نباشه دیگه. یکی استخدام شد خیالش راحت باشه و از هیچ مورد تضییع حقوق کودکان و خشونت علیه کودکان ما نباید بگذاریم و همه رو باید رسیدگی بکنیم که یک جو ایجاد بکنیم از اعتماد و شادی برای بچه‌ها. خب بعضی از بچه‌ها بیمار میشن یا یک بیماری دارن ولی این بیماری دیگه خوب شدنی نیست و باید بیان مدرسه. حتی اگه بچه‌ای داریم که خدای نکرده سرطان داره و زیاد قرار نیست عمر کنه، حق داره همون روزهای خودش رو توی یک محیطی که علاقه داره به اون و اون مدرسه است حق داره طی بکنه، حق داره بگذرونه وقتش اونجا، باید کمکش بکنیم. اتفاقا این اون حالت همدلی رو توی بچه‌ها ایجاد میکنه و چقدر ضروریه این که بدونن وظیفه دارن در مقابل بقیه. خب بچه بیمار رو باید شناسایی کنیم، مواظبت بکنیم که این بیماریشون به بقیه بچه‌ها منتقل نشه، به خانوادهشون اطلاع بدیم، به بچه‌هامون یاد بدیم که رفتار پرخطر نداشته باشن، بهشون بگیم بدون سانسور، بهشون بگیم اگر این رفتار پرخطر داری این اتفاق ممکنه برات بیفته، از خودت مواظبت بکن. باید با مرکز بهداشت همکاری بکنیم در مورد شناسایی و درمان کودکان بیمار. سلامت روان بچه‌ها الان خیلی مهمه. ما توی در واقع بحران به نظر من هستیم در ارتباط با سلامت روان. من بعداً میبینم که یک از دوستان یک کامنت طولانی نوشته، من اینو میخونم، چشم آخر صحبتم جواب میدم حتما، اگر که از چشمم دور موند لطفاً یادآوری کنید. خب با مرکز بهداشت باید همکاری بکنیم. سلامت روان رو عرض می‌کردم. ببینید بچه‌ها مدیریت استرس و اضطراب یاد بگیرن، تصویر مثبت ذهنی و خوشبینی از خودشون داشته باشن. تاب‌آوری خیلی این روزا مهمه. هر روز اتفاق جدید تو دنیا میفته، تو خانواده میفته. پدر و مادر درگیر مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی هستن، خودشون حال خوب ندارن، اینو بچه‌ها منتقل میکنن. یه بچه 10-15 ساله ما چرا میره اقدام به خودکشی میکنه برای یک نمره‌ای که کم شده، برای یک اتفاق اختلافی که تو خانه پیش اومده؟ اگر که بچه حتی پدر و مادر آسیب رسان داره، امکاناتی براش هست که از اون خانواده بیاد بیرون. هیچ شرایط لاینحلی ما در مورد بچه‌ها نداریم. ما باید بهشون یاد بدیم، بگیم که اگه خطر شما رو تهدید میکنه چی کار بکنین و بهشون یاد بدیم چجوری مواظب خودتون باشین. برای هر موضوع کوچیک یک بلایی سر خودتون نیارین. شما ارزشمندین، هدفتون فقط این نیست که نمره ریاضیتون 20 بشه. این هدف کوچیکیه تو زندگی شما. چند سال دیگه این هدف کلا تو زندگی شما ناپدید میشه. میتونید با نمره ریاضی 10 هم برید یه زندگی خوب داشته باشید، در حالی که سالم باشید، وجود داشته باشید. خب و شما خیلی نقش دارید تو این که اینها رو به بچه‌ها یاد بدید و این قالب ذهنی رو برایشون شکل بدید. در ارتباط با کمک‌های اولیه در حوادث بالاخره شرایطش باید فراهم باشه تو مدرسه، خدمات مشاوره تو مدرسه باید داشته باشیم، هم به بچه‌ها هم به خانواده‌هاشون، و آموزش بدیم به پرسنلمون که چجوری این بچه‌ها رو شناسایی بکنن، عذرخواهی می‌کنم موارد بیماری رو شناسایی بکنن. این مهم هست که بیماری به بقیه منتقل نشه
و اینکه چجوری با یه بچه با نیازهای پزشکی ویژه ما برخورد بکنیم. واقعا لازم است که دوره آموزشی پرسنل داشته باشه. اگه بچه سر داره تو مدرسه باید چیکار بکنیم، یا اگه حادثه پیش اومد لازم است که دوره رو بگذرونن. خب عرض کنم که اسلاید بعدی ما، خب بذارید این پیام رو، این نظر دوستمون رو من بخونم و بعد ادامه بدیم. دیگه البته زیادم از صحبتمون نه. از لحاظ حقوقی تا چه حدی میتوانیم پیگیری یا ارجاع بدیم تا بعدا نتونن طلبکار بشن؟ مثلا اعلام به سایر ارگان مشابه در اختیار ما هست یا فقط اجازه اعلام به مقامات بالادستی مثل مدیر داریم؟ خب خیلی سوال خوبی کردین. اول اینکه بستگی داره به اون موردی که ما شناسایی میکنیم. خب یه بچه اومده با کبودیای زیاد ناشی از اینه که کتک خورده توی منزل و این داره اتفاق میفته، باش حرف میزنید، میگه که پدر یا مادر آزارگری یا یه عضو فامیل داره اون رو اذیت میکنه. این موارد رو اول که خب باید با مدیر مطرح بکنید که این اتفاق افتاده و بعدم میتونید با اورژانس اجتماعی بهزیستی مطرح بکنید. اینا رو مطرح میکنید، اونا راهنمایی میکنن شما رو که باید چیکار بکنید. ولی شجاع باشیم، ما به شجاعت شما احتیاج داریم. اگر که تصمیمم جمعی باشه اتفاق برای شما نمیافته. ببینید شما با همکاری مدیر و یک ارگانی به طور مثال اورژانس اجتماعی اومدید به این موضوع رسیدگی کردید، شجاعت داشته باشید، این تصمیم جمعی باعث میشه خطر کمی برای شما ایجاد بشه. با هم دیگه تصمیم بگیرید که چیکار بکنید در مورد بچه‌ها. شناساییش با شماست. همین چند ماه پیش یه دختر کوچولومون توی مدرسه ابتدایی، اگر که ازش شنیده باشید، که بر اثر خشونتی که و آزارهایی که نامادری در ارتباط با این دخترمون داشت به بیمارستان منتقل شد و از دنیا رفت. خب بعد توی مدرسه میگن ما قبلا هم میدیدیم که بدن کبود میاد. خب این واقعا من فکر کنم الان باید بریم یه اعلام جرم هم در مورد معلم و افراد تو مدرسه بکنیم. چطور دیدین یه بچه 6-7 ساله‌ای داره با بدن کبود میاد مدرسه و هیچ کاری نکردین؟ اگه به اورژانس اجتماعی اطلاع داده بودین شاید میرفتن یه کاری میکردن، میرفتن بچه رو از اون خانواده میگرفتن، میرفتن آموزش میدادن به پدر مادر قبل اینکه اون بچه از دست ما بره. پس تصمیم جمعی بگیرید با همکاری مدیر مدرسه و سایر همکاراتون و مشاور اگر تو مدرسه دارین و از ارگان‌های مثل بهزیستی و اورژانس اجتماعی هم سوال بکنید که چیکار باید بکنید. ولی ما در موردشون مسئولیم، باید مراقبت بکنیم. این همینجور نمیشه نگاهش بکنیم تا ببینیم که اتفاق بدتری براش بیفته. یه بچه‌ای هست که بچه‌ها تو حیاط مدرسه میگیرن کتکش میزنن و سر روی زخمی میره خونه. خب این اهمیت داره که بعد متاسفانه بچه‌ها از سطح اقتصادی اجتماعی پایین باشن، ممکنه برای خانواده‌اش هم اهمیت نداشته باشه. اینجاست کار سخت‌تر و خطرناکتر میشه، و خطیرتر میشه نه خطرناکتر. خب در ارتباط با موضوع کودکان باید یه رویکرد جامع داشته باشیم. ببینید میخواید در مورد آموزششون تصمیم بگیرید تو مدرسه دیگه، باید توجه بکنید که هر تصمیم شما میگید رو حقوق دیگه بچه‌ها تاثیر میذاره. من تصمیم میگیرم که کویز برگزار کنم هر روز صبح. مدارس تیزهوشان اینجوریه، امتحان صبحانه دارن. خب باشه، حرفی نیست، امتحان صبحانه میگیریم، حالا استرس هر روز صبحش بماند، من با اون کار ندارم. باید بدونیم که وقتی هر روز امتحان صبحانه میگیریم از بچه‌ها، این استرسش ممکنه باعث این بشه که صبحانه نخوره، با استرس بیاد مدرسه، رو سلامت روانش تاثیر بذاره. باید بدونیم داریم چی کار میکنیم، ببینیم حقوقش و در واقع شرایطی که براش ایجاد میشه چه تاثیر از همدیگه میگیره. این که حرف بچه‌ها رو گوش بدیم. آقا شما میخواد هر روز صبح امتحان صبحانه داشته باشین؟ اونا به شما میگن چی کار بکنیم. شاید بگن یه روز در هفته روز جشنمون باشه. نه، این کار رو نکنیم، اون روز با نگرفتن امتحان صبحانه جشن بگیریم. وقتی این ازشون میخوان، اون 4 روز دیگه اونا با دل و جون میان با شما همکاری میکنن و اجبار تو مدرسه خیلی معنی نداره.
توجه کنیم به دوره‌های مختلف زندگی کودک. کجا توجه بیشتر میخواد، کجا میخواد که به حرفش گوش بدیم، به روحیاتش توجه بکنیم. باید ببینیم چی میخواد. مصلحت کودک خیلی مهمه. این مصلحتش تو هر دوره چیه. یه بچه که بیماری داره و شب درست نمیتونه بخوابه، به طور مثال مسئله‌ای داره دیگه، من هر روز صبح یه لنگه پا نباید بگم جلو در وایسا چون دیر اومدی مدرسه. باید شرایطش شناسایی بکنم، نه چه کمکی میتونم بهش بکنم. شاید اصلا بهش بگم اشکال نداره که امروز نیم ساعت 20 دقیقه 10 دقیقه دیر اومدی، کمکش بکنم شرایطش بهتر بشه. برابری و عدم تبعیض توی رویکرد ما باید حتما باشه و گروه‌های مقفول که این گروه‌ها زیادن، باید اینا رو شناسایی بکنیم، ببینیم که به هر کدوم باید چجوری توجه بکنیم. خب عرض کنم که حالا کیا میتونن کمک بکنن که سلامت بچه‌ها رو و حقوق بچه‌ها رو ارتقا بدیم؟ والدین حتما نقش مهمی دارن. ببین ما تنها نیستیم تو آموزش پرورش، از والدین استفاده کنیم. خود کودکان میتونن نقش داشته باشن، هم به همدیگه کمک کنن، هم حقوقشون رو بدونن. یه بچه که والدین آزارگر داره باید بدونه این حقشه که توی خانواده سالم زندگی کنه و باید بدونه که ممکنه با آموزش و شاید یک موقع اقدامات انتظامی پدر مادرش رفتارشون بهتر باشه. باید بدونه که اگر که توی خونه شرایط خوبی نداره، بیرون از خونه کسایی هستن که بهش کمک بکنن و ما بچه‌ها رو رها نمی‌کنیم. سیاستگزاران و مجریان حتما میتونن نقش اساسی داشته باشن. مدافعین حقوق کودک هم گروه‌های خوبی هستن، اونا هم واقعا با بدون چشم‌داشت کمک میکنن به اینکه از بچه‌های آسیب پذیر در واقع اینکه ازشون حمایت بشه. خیرین نقش خیلی مهمی دارن، به خصوص توی کشور ما و البته در جهان. جامعه باید نقش خودش رو در مورد بچه‌ها بدونه. ببینید شما دارید رد میشید، میبینید که یک پدری داره فرزندش رو کتک میزنه. شما میبینید روزهای طولانی صدای گریه و ناله زیاد داره از خونه همسایه میاد. ببینید ما به عنوان عضو جامعه مسئولیم در این مورد. باز یه مورد دردآور و ناراحت کننده دیگه براتون بگم که توی اهواز یک نامادری یک خشونت وحشتناکی در مورد یه دختر حدود 10 ساله انجام داده بود. این دختر 10 ساله به دلیل اینکه حمایت میکرد از خواهر برادرای دیگه‌اش و این خانم همشون اذیت میکرد، ولی خب به هر حال ایشون حمایت میکرد و از حق اونا دفاع میکرد، این بچه رو انداخته بودن توی حیاط، دست و پاشو بسته بودن، دهنش رو چسب زده بود با چسب مایع، با چسب حرارتی، بی آب و غذا توی گرمای اهواز، توی حیاط، فکر کنم اهواز بود، تو حیاط خونه. همسایه ها میگن نه ما بیش از 1 ماه که صدای ناله های این بچه های خانواده رو میشنن. آقا شما چرا بعد 1 ماه به اورژانس اجتماعی زنگ زدیم؟ ما مسئولیم. چه اتفاقی تو همسایگی ما داره میفته؟ چه اتفاقی تو جامعه داره میفته؟ یه بچه رو یکی داره دستش رو میکشه به زور میبره، بچه نمیخواد باهاش بره. ما نباید دخالت کنیم، موضوع شخصیه. این بچه اول بچه پدر مادرشه، بعد بچه ماست، ما مسئولیم در موردش. یه شماره ماشین برداشتن، تماس گرفتن با اورژانس اجتماعی. مواظب بچه‌ها باید باشیم. جامعه خیلی نقش مهمی داره و حتی میتونه کمک بکنه. وقتی ما خبر داریم از حال همسایه‌مون و بچه‌های همسایه‌مون، میتونیم کمکشون بکنیم. پدر مادر نمیتونه لوازم تحریر و لباس نو براشون بخره، خب من میخرم، من میتونم این کار بکنم. برای من مهمه این موضوع. من خودم نمیتونم، من میتونم حمایت طلبی بکنم، میتونم از بقیه کمک بگیرم، به اینا کمک بکنم. رسانه‌ها خیلی نقش مهمی دارن، به خصوص در ارتباط با خشونت علیه کودکان. رسانه‌ها باید به این موضوع بپردازن و اینو عادی سازی نکنن. بخش خصوصی که حتما نقش داره، هم توی خدماتی که ارائه میده و حالا کارهای مختلف که میکنن، مواد غذایی که تولید میکنن. حقوق بچه‌ها و حقوق سلامت بچه‌ها خیلی گسترده است. حتی این حق میرسه به تولید کننده مواد غذایی وقتی که نوشیدنی شیرین تهیه میکنه، شیرینیش بیش از حده و در آینده بچه ما رو دچار دیابت میکنه. پس اونا هم نقش مهمی دارن. بعد از اونا هم بخوایم که بیان وضعیت بهتر ایجاد کنن. توی 2-3 تا اسلاید دیگه صحبتم تموم میکنم.
بیانیه ژنوا در ارتباط با حقوق کودک 1924، الان دیگه 100 سال پیشه، میگه که کودک گرسنه باید تغذیه بشه، کودک بیمار پرستاری بشه، کودک از اجتماع دور نگه داشته شده باید یاری بشه، کودک بزهکار باید اصلاح بشه، کودک سرراهی و یتیم باید سرپناه بگیره و تحت سرپرستی قرار بگیره. این بیانیه که اولین بیانیه در ارتباط با حقوق کودکانه، میگه هر بچه هر شرایط خطرناکی داره باید وضعش بهبود پیدا بکنه. اگر که به طور مثال و اختصاصی، حالا بحث در مورد اینم زیاده و در حوصله صحبت ما نیست، اگه کودک بزهکاره جرمی مرتکب شده دیگه حق نداره آموزش ببینه، دیگه شهروند درجه دومه. اتفاقا اگر که ما اینجا خوب بهش رسیدگی بکنیم جلوگیری میکنیم از این که در آینده بزهکاریش رو ادامه بده. این خیلی اهمیت داره که الان رفتار ما باهاش چیه، ما به خاطر بزهکاریش چه رفتاری کردیم، تحقیرش کردیم، درکش کردیم، کمکش کردیم، آموزشش دادیم، ریشه کارش رو پیدا کردیم، چی کار کردیم باهاش و رفتار ما تعیین میکنه که در آینده اون چه جور آدمی باشه. این خیلی مهمه. میخوام بحث رو با این تمام کنم، یه جمع‌بندی باشه و یه مروری باشه به چیزایی که گفتیم. مثلا هدف ما توی مدارس چیه؟ کم و بیش درماش حرف زدم. ببینید ما آماده سازی میکنیم بچه ها رو برای آینده روشن، آینده روشن متناسب با شخصیتشون. آقا من از خون میترسم، من شاید نتونم یه دکتر خوب بشم، من یه آدم درونگرام دوست ندارم با بقیه حرف بزنم، پس من اگه دکترم بشم نمیتونم حال مریضم رو درست بپرسم، ارتباط خوب باهاش بگیرم. با توجه به شخصیتش باید یه آینده‌ای براش متصور بشیم، با توجه به استعداداش. یک آدم نمیتونه همه استعدادا رو داشته باشه، استعدادشو باید پیدا بکنیم. توان ذهنی، آقا مغز من نمیکشه برای ریاضی. من کلی بعد از لیسانس و فوق لیسانس من تحصیلات دیگه انجام دادم، هنوز من تو ریاضی اصلا ضعیفم، توان ذهنی ندارم در ارتباط با توان ذهنی که بتونم یک آدمی بشم که ریاضی در حد عالی باشه. و همینطور توان جسمی. پس ما یه آینده برای بچه‌ها می‌خوایم بسازیم که متناسب با این توانمندی‌هاشون باشه. برای چی پرورششون میدیم؟ یک زندگی مسئولانه، تکرار می‌کنم، در جامعه آزاد و تو هر کدوم اینا حرف بزنیم، فرصت نداریم. با روحیه تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، دوستی میان همه مردمان، گروه‌های قومی، ملی، مذهبی. تصور بکنید ما تو مدرسه الان بچه‌ها رو برای این آماده می‌کنیم، برای صلح توی جهان، برای مدارا با بقیه. اگه ما آمادهشون کنیم دیگه توی خیابون نمی‌بینیم برای یه موضوع کوچیک دو تا راننده قفل فرموناشون دست گرفتن و میخوان با هم دیگه بجنگن. همینطور تو سطح بزرگترش در سطح جهان جنگ ها رو کمتر میبینیم. مساوات بین زن و مرد اگه وجود داشته باشه خیلی از اختلافات خانوادگیمون حل میشه، از بین میره. و همچنین توی جامعه دوستی میان همه مردمان، اینکه به فکر هم دیگه باشیم. همه گروه های قومی برابرن، بچه بلوچ و کرد و گیلکی اینا فرقی ندارن با هم دیگه. هیچ کس بالاتر و با کلاستر و بهتر نیست. و احترام به ملیت و مذهبمون. خب عرض کنم که برای مطالعه بیشتر چیکار بکنیم؟ این موردا رو تو اینترنت سرچ بکنین که چند تا مورد اولش کلمات کلیدی هن. من نگاه کردم یک کارهایی به خصوص استرالیا انجام داده، هلسی اسکول تولکیت، یک مدارس رو میاد براشون تعریف میکنه و چه خصوصیات داشته باشن که مدارسی باشن که سلامتی رو ترویج بدن و محل ایمن و سالم برای بچه‌ها باشن. یه ابزار هم براش گذاشته. اتفاقا من مطالعه کردم دیدم که میگه که حتی چجوری گروه
تشکیل بدیم، مشارکت خانواده ها رو بگیریم و بیایم این ارزیابی رو تو مدرسه‌مون انجام بدیم و بر اساس نتایج ارزیابی مدرسه رو بهبود بدیم. یه مورد دیگه باز در موردش مطلب زیاد هست، right respecting schools. چجوری مدرسه ما به حقوق بچه‌ها احترام بذاره. بازم اینم ابزار داره. یونیسف بعد از اون سایت ها سازمان های مورد علاقه شما باشه، سایت یونیسف رو همیشه چک کنید، ببینید برای بچه‌ها چی داره، قواعد و قانون چی داره، گزارشاش چی هست. یکی از کارهای خوبی که یونیسف تو این سالها انجام داده این که حقوق بچه‌ها در آموزش رو یه ابزار براشون طراحی کرده. اینم که من سومی هست که خدمتتون در واقع اینجا معرفی کردم. چند تا ابزار قانونی بین‌المللی هم داریم. اون ملی‌ها رو که خدمتتون گفتم در ارتباط با مدارس، اونا رو حتما مطالعه کنید. این بین‌المللی‌ها رو بخونید خوبه که مورد اول جنرال کامنت شماره 7 در ارتباط با حقوق بچه‌ها، در حقوق بچه‌های تا 6 سال که توی مدرسه ابتدایی هم اینا کاربرد داره. حقوق بچه‌های عرض کنم که بچه‌های در دوران نوجوانی جنرال کامنت شماره 20 هست. حقوق بچه‌ها در آموزش که جنرال کامنت شماره 1 هست. اینا رو مطالعه بکنید حتما، میتونه براتون جالب باشه، ایده‌ای به شما میده در ارتباط با حقوق بچه‌ها به طور کلی. من 3 تا از مقالات خودم هم به عنوان منابع خدمتتون میگم، بهتون ایده میده. یک جنبندی از حقوق بچه‌ها داره که حالا توی مجلات هم چاپ شده، فکر می‌کنم که مورد اول هم توی مجله فارسی چاپ شده و خب دسترسی بهش راحت‌تر هست. مورد دیگه هم میتونید بخونید. ما در مورد بچه‌های بی‌شناسنامه هم توی گروهمون کار کردیم. حقوق بچه‌های بی‌شناسنامه، حقوق بچه‌های مهاجر، حقوق بچه‌ها توی بیمارستان، بچه‌ها توی مرکز بهداشتی درمانی و انشالله شما هم در مورد حقوق بچه‌ها توی مدارس کار بکنید. هر موقع که سوالی دارید و من میتونم به شما کمک بکنم، دفتر من در دانشکده بهداشت گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت هست و آدرس ایمیل هم روی اسلاید اول گذاشته بودم. خوشحال میشم که با من تماس بگیرید، سوالاتتون بپرسید. اگر که کمکی احتیاج دارید در ارتباط با این منابع علمی و اینکه در ارتباط با بچه‌ها باید چیکار بکنیم، من خوشحال میشم که بتونم راهنماییتون بکنم. خیلی متشکرم از توجهتون. من از این فرصت استفاده کردم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم. در مورد بچه‌ها حرف زدیم. خوشحالم که شما انگیزه دارید در مورد بچه‌ها، به بچه‌ها فکر میکنید، به حقوق بچه‌ها فکر میکنید، بزرگتر بچه‌های من فکر کنید، ببینید جهان ما و کشور ما به چه جور بچه‌هایی احتیاج داره و یک دید جامع داشته باشید. انشالله که همیشه موفق باشید و شما خودتون جهت بدید به سیستممون و شرایط بهتر برای بچه‌های مملکت ایجاد بکنید. خیلی متشکرم از شما. اگه سوالی دارید بفرمایید، اگر نه که ما بحثمون رو تمام بکنیم. خیلی ممنون. متشکرم. شما خسته نباشید.